مصطفی. فاتح خان. مصطفی. فاتح خان. همه چی حاضره؟ بله فاتح خان، همونطور که دستور دادین گولای باغبون رو فرستادم. گولای قرقرو اولش یکم مقاومت کرد، اما خب میگه تا از خود فاتح به دستور نگیرم از جام تکون نمیخورم. اما البته که من رازیش کردم آقا فاتح. چطور رازیش کردی؟ اینم فوت ماستیک آقا فاتح. خوبه. بچه‌ها اینجا؟ بله قربان، اکیپتون کامله. ببخشید چرا پیچ پیچ میکنی؟ کسی خونه نیست. منم که نقشه رو میدونم. معذرت میخوام زینب خانم، به خدا عادت شده. عادت شده. وای فادیک، یعنی این دوتا ماییم؟ آره عزیزم. پیشونی منو گذاشته برای تو. معرکه شده فادیک جون، دستت درد نکنه. خیلی ممنون داداشی، البته که تو خوشتیب ترین داداشی دنیایی، اما تو این مدت کوتاه همینو تونستم. قربون دستت عزیزم. خیلی خوشگل شده بچه‌ها، همه چی معرکه شده. تو یه روز همه چی رو چجوری آماده کردیم؟ نه بابا آبجی چی کار کردیم؟ حرفش هم نزن، شما فقط هر چه زودتر عروسی کنیم. داریم ازدواج میکنیم دیگه، کشش نده. واقعا خوشتون اومد؟ یکی از یکی بهتر. زحمت کشیدین، خیلی ممنون. تو خونه همتون یه طراح عروسی بوده نمیدونستیم، خودتونم هیچی نمیدونید. شما سورپرایز اصلیه رو هنوز ندیدی. چی؟ از تو کیک چیزی در میاد؟ فاتح جون از تو این کیک چی میتونه در بیاد آخه؟ فوقش میتونه یه موی فادیک در بیاد، حواست باشه. نه بابا همینجوری گفتم، مثلا این کارا تو فرهنگ ما نیست مگه نه؟ نه بابا نیست، تو فرهنگ ما نیست. خب دیگه لفتش ندین، سورپرایز اصلی بالا منتظرتونه. سورپرایز اصلیه اینه. بزن بریم ببینیم. بیا بریم. میگم کاش توش یه چیزی قایم میکردم، نه هدیه ای چیزی. ربسه که قایم میکردی. نه بابا فاتح بخوره دندونش میشکنه، تو بچگی هم اینجوری بود. نه بابا ریس نکنیم. نه آی فاتح اینا رو نگاه، چطوری تو یه روز همه چی رو حاضر کردن؟ پدر سوخته، فکر همه چی رو کردن. معرکه است. کلی آدم دور و برمونن که دوستمون دارن، کسایی که فکر خوشحال کردنمونن، دوستامون، خانواده هامون، البته غیر از مقدس شکرچی زاده. لباس عروس خیلی قشنگه. عزیزم چی شده؟ من خجالت میکشم فاتح. باشه جدا جدا میپوشیم. ما همه رو گول زدیم. اونا دوستمون دارن، به خاطر خوشبختیمون کلی زحمت کشیدن، اما ما بهشون دروغ گفتیم. عزیزم آره، اما ازدواج میکنیم دروغمون به واقعیت تبدیل میشه. ازدواجمون هیچی عوض نمیکنه. یه دروغ به واقعیت تبدیل نمیشه. دروغ دیگه، اسمش دروغه. یه دروغو میتونی اعتراف کنی. قربونت برم. آره عزیزم، آره ما یه دروغی گفتیم، اما الان داریم همه چی رو درست میکنیم. فکرتو خراب نکن عزیزم باشه. خب سلیم چی؟ به سلیم فکر کردی؟ حتی الان که ازدواجمون واقعیه، الان که دیگه من و تو همه باور کردیم که سلیم پسر توه، این واقعیت نیست. هیچ وقتم نمیشه. من وقتش که بشه خودم شخصا همه چی رو به سلیم میگم. نگران فاتح مشکلی نیست. چیه؟ وقتی واقعیت رو بگیم سلیم تو رو به عنوان باباش انتخاب میکنه. من مطمئنم، هیچ شکی ندارم. اما مادر بزرگت چی؟ اون زن کل ثروتش رو برای سلیم گذاشته فاتح. ما حق نداریم گولش بزنیم. زینب چی داری میگی؟ مادر بزرگ سلیم از همه بیشتر دوست داره، خودت هم اینو میدونی. بله وقتی واقعیت رو بفهمم از علاقش کم نمیشه. اما فاتح من نمیتونم تو چشای اون زن نگاه کنم. نمیتونم اهمیت ندم که اون کل ثروتش رو بذاره برای بچه‌ای که خونش تو رگاش نیست. نمیتونم این کارو بکنم. زینب چی داری میگی تو؟ داری شوخی میکنی؟ آره انتقام هواپیماست. عجب بازیگری هستی. نه فاتح جون، شوخی نیست. عزیزم من نمیفهمم، وقتی همه چی روبرو شده چرا با دست خودمون خرابش کنیم ها؟ فاتح جون وقتی واقعیت رو اعتراف کنیم همه چی درست میشه. حالا میبینی
مطمئن باش میریم مو به مو، سیر تا پیاز، همه واقعیت رو از دم به همشون میگیم. بعد با وجدان آروم به زندگیمون میرسیم. ها؟ عشقم بازم اینجوری مثل طول سگای مظلوم نگاه میکنی؟ اینطوری نکن. وقتی اینجوری نگاه میکنی دلم میره. چیو بهشون بگیم؟ همه چی زینب نگران نباش، همه چی درست میشه، مطمئن باش. اول ازدواج کنیم بعد حرفامونو میزنیم بهشون میگیم عزیز. اول بگیم بعد ازدواج بابا میکنیم. وایستاده گیر داده به امروز. بچه‌ها پایین منتظرن اول ازدواج چیکار کنیم. کنم الان این حسو پیدا کردم؟ ازدواج میکنیم. چیکار میکنی فاطمه؟ کت شلوارمو میپوشم، ازدواج میکنیم. حرف مرد خونه است. از این به بعد هر چی من گفتم میگید چشم. همین اول ازدواج. چاقو یادمون رفت، چاقوی کیک. 6 ساعت کیک درست کردم چاقوش نیست. مته چاقو رو بیار. بله اینم از جناب آقا. تو عمرم همچین کار مسخره‌ای ندیدم. تو اصلا هیچی ندیدی مگه نه آقا؟ بخوامم نمیبینم. یکم بعد میبینی آقا، صبر کن. اینا رو قشنگ اینجوری بچینیم. شما چرا نپوشیدین؟ آقایتم آوردیم بچه‌ها. لباسا اندازتون نشد؟ چی شده رفیق؟ آبجی یه چیزی بگین دیگه، چرا حاضر نشدین؟ بشینین بچه ها. ما یه تصمیم گرفتیم. من هیچ کاره. یه تصمیم گرفتیم. ازدواج نمی کنیم چیه؟ اونو بذار کنار، حرف بزن. میتونم همزمان حرفم بزنم. اون مال من بود زینب. آبجی یعنی جدی میخواین همه چی رو بگین؟ یعنی ما بی خود این چیزا رو حاضر کردیم؟ واقعا آفرین. نشستی کار خودت کردی. تبریک میگم. به تو هم همینطور. چی به منم؟ به من کاریتون نباشه، تصمیم من نیست. بس دیگه، اونو بذار کنار. بابا ما چند ماه اذیت شدیم. اون قضیه جزیره باساشگاه، اون ارتون سجول بدبختی کشیدیم. برای اینکه دروغتون لو نره ما پدرمون در اومد. فاتیک بگو. تا گفتیم دیگه تموم شد، دارین ازدواج میکنیم، باز این دیگه چه داستانیه؟ چقدر پارویی تو. دوبله شده در استودیو جن. حق با توه. همتون حق داریم. اون همه به خاطر ما زحمت کشیدیم. برای قایم کردن این دروغ کمکمون کردی. به خاطر ما اون همه تو دردسر افتادیم. اما باور کنین ما بیشتر از شما خسته شدیم فادیک. من که راحتم. اما الان وجدانم خیلی آروم تره. شما متوجه نمیشین این حس یعنی چی؟ بالاخره چی کار میکنین جوونا؟ کسی ازدواج نمیکنه. مصطفی چشمای بنده خدا رو باز کن، یه پذیرایی بکن. زینب عزیزم فدات شم، بیا بی خیال شو دیگه. تو رو خدا بیا 2 روز ببرمت مسافرت، یه هوایی عوض کنی. بیا. هواپیما میفته. با کشتی بریم. کشتی غرق میشه. با ماشین خراب میشه. اصلا برات قطار پیدا میکنم. ها فاتح جون چرا نمیفهمی؟ باور کن نمیفهمم زینب. عزیز دلم مهم نیست با چی بخوایم بریم. اصلا با یه موشک بریم کره مریخ یا با یه زیردریایی بزنیم بریم زیر اقیانوس، اهمیتی نداره کجا ازدواج میکنیم. مهم اینه که رو این همه دروغ دنبال خوشبختی نباشی.
من از هیچ راهی که با تو اومدم پشیمون نیستم. 100 بارم باشه بازم میام. وقتی هم پیش تو هم حس میکنم من خوششانس ترین زن دنیا. اما نمیشه تا ابد اینجوری زندگی کرد. خسته نشدی 24 ساعته از ترس اینکه نکنه کسی بفهمه استرس بگیری؟ عزیزم البته که خسته شدم اما اما نیار فاتح. خانواده هامون حق دارن اینو بدونن. سلیم این کارو با ما بکنه چقدر عصبانی میشیم یکم فکر کن. آره عزیزم راست میگی، اما این اونقدر هم که فکر میکنی راحت نیست. وقتی بهشون گفتیم خیلی وحشتناکه. عکس العملشون چی میشه؟ چه اتفاقایی میفته؟ فکر کن. آثار مجلس مرحوم گلسوم خانم حلال میکنید؟ حلال میکنید؟ حلال میکنید؟ برای شادی روحش دعا کنید. وای فاتح نخیر این فکر چیه میکنی آخه؟ چون آخرش همین میشه، سکته میکنه. خب اگه قبل از فهمیدن واقعیت رو بمیره چی؟ با این عذاب وجدان چطوری زندگی میکنی؟ رو دهن وجدانم چسب میزنم. فاتح جون برای همینم باید اعتراف کنیم. زینب چرا باید اعتراف کنیم؟ اصلا به شوکت بابا فکر کن همه واقعیت ها رو بفهمه چی کارمون میکنه. یه لحظه بهش فکر کن. دیدی بهت گفتم نگیم؟ آره گفتی. پس این همه مدت به من به شوکت دره دروغ گفتین؟ آره بابا. اون گفت من گفتم بابا چی کار داری؟ چرا میخوای اعتراف کنی؟ اما این گفتش ما گفتیم. خیلی خوب، پس خودتون اینو خواسته. شوکت بابا نه سکن. نه سکن درد داره بابا. جون مادرت نزن بایسته یه لحظه. آدم دختر خودشو به فلک میبنده، حالا دامادت یه چی میگی تو زینب؟ نه هیچ کسو هیچ کدوممونو تو رو خدا شوکت بابا جون ما هیچ گناهی نداریم. به خدا تنها گناهمون عاشق شدنمونه. اگه عشق گناهه بزن. نزن گناه بوده یواش بزن. خب نزن خب چی کار کنم؟ شوکت بابا جون تو رو خدا یواش شوکت بابا جون اگه به ما رحم نمی کنی به خاطر سلیم نزن. ببین وقتی بزرگ شد چطور میخوای به نوت بگی؟ چی میخوای بهش بگی بابا؟ چی؟ وقتی به هم دروغ میگفتید باید فکرشو میکردید. بس دیگه دایی چی کار میکنی؟ برشون کن، همینجا میافتم میمیرن. خدا خیرت بده داداشم. بگو نوبت شما ها میرسه. اونا با منن شوکت کاپتان، خودم ترتیب اونا رو میدم. مامان جون ما چه گناهی کردیم؟ جرم ما چیه؟ به دروغگوها کمک کردین، شریک جرمی. مامان تو رو خدا تو همچین زنی نیستی. تو رو خدا به دایی بگو دیگه نزندشون، بذاره برن. دلت نسوزه داداش، تو میتونی بزنشون. بزن بریم کنار. بزن داره میزنه. نگاه کن چیکار میکنه، حس نداره اصلا. بعد از این مدت انگار عادت. بزن بالاخره بیهوش شدن. جواد کامیل اینا رو بندازین. کجا قربان؟ کجا؟ ته چی؟ ته دریا.
چه خبره؟ قبول، فلک یه ذره اغراق بود اما آخرش بازم میندازنمون ته دریا. آره این هیچ به بابا نمیخوره. در ضمن بابام اونقدرام آدم ظالمی نیست. عمم اصلا دلش نمیاد منو بزنه. شوکت بابا، کسی که نصف استانبول رو انداخته تو دریا. فاتح، تو هر چقدر سناریوی وحشتناک بنویسی من تصمیممو گرفتم. نگیر عزیزم. اینو بهشون میگی. بس دیگه. آی نکنه ارتان بیاد، نکنه یکی بشنوه یکی ببینه. بابا من خسته شدم، نمیخوام اینجوری زندگی کنم. به آرامش میرسیم. تو هوس زندگی آروم نکردی؟ هوس آرامش تو قبر رو نکردم. آی فاتح، بی خودی خودتو خسته نکن. فردا که مامان بابات اومدن، گلسوم خانم من برگشت، منم به بابا اینا میگم بیان اینجا. همه رو میشونیم پیش هم. وقتی همشون جمع شدن، سیر تا پیاز همه چی رو براشون تعریف میکنیم. به همه تو یه لحظه. نمیشه. چرا نمیشه؟ اونطوری نمیشه. یه جا به همه بگی اینطوری نمیشه. صبر کن. خدایا منو بکش. باشه، حالا که میگیم پس از مادر بزرگ شروع میکنیم. اونو تنها بشونیم پیشمون، بعد براش تعریف کنیم. اون یکم منطقی تر و آروم تره. ببینیم عکس العملش چیه. بعدش هم شاید راهنماییمون کنه. ها؟ نه اینم فکر چرتیه. بی خیال شیم زینب، هیچی نگی. آفرین، خیلی باهوشی. دقیقاً همین کارو میکنیم. اول به گلسوم خانم میگیم ببین حرف تو هم گوش کردم. کجا میری بگی؟ کسی خونه نیست که. چه میدونم، تو زدی به سیم آخر، ولت کنن بهش زنگ میزنی میگی. پاک شکاک شدی یا؟ کجا میری ها؟ دستشویی. نکنه میخوای بیای؟ برو. عجب گیری کردیم ما. آهنگ بذارم؟ نه این بار لازم نیست. تو دستشویی که گوشی نداریم ها؟ مصطفی کجان؟ 10 ثانیه‌ای میرسن قربان. 10؟ دارن میان؟ 8 ثانیه‌ای. 8. خدایا کمکمون کن. ها 3 2 زینب وایسا من مادر بزرگ. عزیزای دلم، قربونت برم عزیزم. عزیز دلم، قربونت برم. خوش اومدین. بچه حالتون چطوره؟ مادر بزرگ، انگار یکم رنگت پریده. انگار حالت خوب نیست. برو تو اتاقت استراحت کن. نه پسرم، من حالم خیلی هم خوبه. فاتح جون هوای جنگل خیلی خوب بود. نه جدی رنگش پریده. تو برو بخواب. باشه برای چی باید بخوابم پسرم؟ من میرم سالن، شما هم بیاین بشینیم با هم یه قهوه بخوریم. باشه؟ فکر خیلی خوبیه گلسوم خانم، چون ما میخوایم درباره یه چیزایی باهاتون حرف بزنیم. نه خیر. خیلی کنجکاو شدم چیه. پس اصلا منو معطل نکنیم، بیاین بریم زودتر. بیاین دیگه، بیاین. چشم. چی کار میکنی؟ فاتح چیه؟ چی کار داری میکنی تو؟ بابا همین الان باید بهش بگیم. بله بابا وایسیم حالا فردا پس فردا 3 روز دیگه بهش بگیم. چی میشه؟ باید همین الان بهش بگیم. چرا نمیفهمی فاتح؟ هر چی عقب‌تر بندازیم بدتر و سخت‌تر میشه. آخه زینب اینقدر زینب نکن فاتح. بهش میگیم این واسه تموم میشه فاتح. تازه ببین حرف تو شد دیگه. گلسوم خانم تنهاست، مامان بابات خونه نیستن. میگیم دیگه. ببین هیچی نمیشه. از اولش هم قرارمون همین بود، برنامه‌مون این بود. نکنه یادت رفت. بیا اینور. بیا بشکن بیا یواشتر فاتح این چیه؟ بیا بشکن آفرین. کار از محکم کاری عیب نمیکنه. بیا بشکن بازم بیا. خب خوبه. هر چی خواسته بودین حاضر آماده است فاتح خان. همه چی، آمبولانس و اکیپ کمکی اولیه اینجا. عالیه مصطفی. از تو خونه صدات کردم زود برسیم. اطاعت. فاتح جون محض احتیاط دیگه عزیزم. چیکار کنم؟ نیازی به این همه نگرانی نیست. همه چی درست میشه. حالا میبینی عزیزم. بیا بریم. بیا باشه برای بعد. بیا فاتح. تو برو جلو. بیا تو حرف میزنی. خب بگین دیگه بچه ها، خجالت نکشین. نکنه یه سورپرایز قشنگ برام داری. آره سورپرایزه. آره اما خب
نمیدونم قشنگه یا نه. مادر بزرگ از الان بهت بگم پیشنهاد این سورپرایز از طرف زینبه نه من. خب یعنی منو بذار کنار. من فقط راویم، واسطه‌ام، من همینم. باشه بگین میشنوم. ببین مادر بزرگ، ما بله شما؟ یعنی ما دوتا خاک تو سرم. نمیتونم بگم زینب. فاتح چلن نگو، الان باید این کارو زینب این فکر تو بود، نمیشه خودت بگی. چرا ربطی نداره؟ خیلی هم داره. ربطی به دل جرأت نداره. من نمیتونم خودت بگو. ببینم بچه‌ها خونسرد باشین. نکنه نوه دومی تو راهه ها؟ آره بیا درست کنیم. نه همچین چیزی نیست گلسوم خانم. چه نوه دومی؟ نه نوه دومی در کار نیست گلسوم خانم. چی دارین میگین؟ اولیو بزرگ کردیم نوبت البته این حرفم بیجا میشه چون اون نوه واقعی شما نیست. باشه من میگم گلسوم خانم به نظرم شما اول بشینید. بشین بله گلسوم خانم نمیگیم. فاتح و من نه نمیگیم. فاتح و من زن و شوهر نیستیم گلسوم خانم. سلیمم بچه تنی فاتح نیست. من برای فرار از فشارهای بابام دنبال مردی که دوستش داشتم رفتم آمریکا، اما اونم منو با بچه‌ای تو شکمم ول کرد رفت. وقتی هم سلیم به دنیا اومد مجبور شدم برگردم پیش خانواده‌ام. تو راه برگشت تو هواپیما با فاتح روبرو شدم. اونم مثل من از فشار فرار کرده بود. ما اولش فقط برای نجات دادن همدیگه این بازی رو شروع کردیم، اما بعدا دیدیم از همدیگه خوشمون اومده. اون خوش اومدن به علاقه تبدیل شد، علاقه به دوست داشتن تبدیل شد، دوست داشتنم به عشق. یهو دیدیم عاشق شدیم. خلاصه بخوام بگم گلسوم خانم، من و فاتح زن و شوهر نیستیم. سلیمم نوه واقعی شما نیست. رفت. گلسوم خانم مادر بزرگ نگفتم بهش نگیم آخه. مادر بزرگ مرده؟ نمیدونم مادر بزرگ. مصطفی پاهاش زود باشین. یه بار به درد خورده بود. مادر بزرگ مصطفی گلسوم خانم نمیمیره مگه نه؟ نه بابا نمیمیره. اون بیدی نیست که با این بادا بلرزه. خیلی از این بدتراشو دیده بابا تو زندگیش. امیدوارم. خیلی خوب پس ما هم بریم بیمارستان. الان بهتره. یکم بعد میبریمش بخش. ممنون. خب حالا تعریف کنین ببینم فاتح. مادرم چش شده. چی شد کارش به اینجا کشید؟ راستش ما هم نفهمیدیم. همین چند وقت پیش یه بار سکته کرده بود. ای خاک تو سر جفتم. پسرم چی شد این زن به این حال افتاد؟ همینجوری حالش بد شد. آره دیگه. خب مامان جون الکی که حالش بد نشد. ما هم نمیدونیم. مگه نه زینب؟ بس دیگه فاتح. برای چی باید واقعیت رو قایم کرد؟ اونا هم حق دارن اینو بدونن. من میگم من فهمی خان مقدس خانم من و فاتح زن و شوهر نیستیم. واقعیتش اینه. سلیم هم پسر تنی فاتح نیست. راستش بابا
باش یکی دیگه است. فقط از نظر بیولوژیکی، وگرنه من بابای اون پسر منه. یه مورد خیلی بیخوده، چیز مهمی نیست، نگران نباش. حالا بالا میروی، بالاتر میروی. هیچ بدی در وجودتان نیست. نیمه پر لیوانو ببین، تو بیمارستانیم. خب آره. ببخشید مزاحمتون میشم، اما 2 پرستار بفرستین، اینجا لازمه. چه فوری رسیدن. این آقا یهویی خب حالا نوبت کیه؟ آره آبجی، حالا کیو میخواین سکته بدیم بگو. آدم بی تربیت. الان هیچ وقت این شوخی نبود عزیزم. زینب، محض رضای خدا از این تصمیم دست بردار. نگاه کن، خانوادگی تو بیمارستانیم، نسلم منقرض شد. واقعا کفاته. تو سر به سر من میذاری؟ مقدس خانم فهمیده. همش فوقش 10 دقیقه مونده تا کل دنیا بفهمن. بابا دیگه کار از کار گذشته، مجبوریم بگیم دیگه، چاره دیگه ای نیست. خدایا منو بکش، راست میگی. بهترین احتمال اینه که میافتیم ته دریا. منم که عادت دارم دیگه. اما کار دیگه ای بکنه چی؟ فاته بهش میگی، چون که ما نگیم مامانت میگه. حالا فکر کن ببینم بهتر از زبون مادرت بشنون یا از زبون خودمون. آبجی راست میگه داداشم. میدونم آرهان، میدونم. پس درباره این موضوع دیگه بحث نمی کنیم. میریم امروز به بابا. امروز هم نباشه فردایی، پس فردایی، پس اون فردایی، همه چی رو میگیم تموم میشه میره. پاشو بریم، سلیم تنهاست. خب دیگه ما رفتیم، هوای اینا رو داشته باشین. چی؟ این پس بگو برامون چای بیارن. چای؟ میگم ببخشید خانم پرستار، 2 تا چای برامون سفارش میدین؟ پس افتاده. آره. بیا هوپ بشکن. بیا اینور. بیا. این برای کیه؟ برای باباست؟ نه، این برای ماست. حداقل اینجا باشه. خوب فکری کردی. فکر من بود. های بس دیگه، به حد کافی هم زدین. بگین دیگه چی میخواین بگین؟ بس دیگه بگین چه مرگتونه، تا صبح باید منتظرتون بشیم. میخوای من؟ نه فاته، خودم میگم. باشه تو بگو.
امه. ها بابا. خب من و فاتح و من، خب یعنی ما دوتامون راستش ما دوتا. خدایا صبر بده. بگین ده، اینقدر مسمس نکنین. چی میخواین بگین؟ من فهمیدم داداش، اینو باز میخوان برن آمریکا. اینو نمیتونیم بگین؟ آره میخواین برین آمریکا؟ نه بابا، نه شوکت بابا. آمریکا چرا؟ ما اصلا چرا باید بریم؟ اگه خدا بخواد، اگه قسمت باشه، یه عمر قراره بیخ گوشتون باشیم، بیخ دلتون باشیم، تو یه خونه بشینیم زندگی کنیم، تو یه خونه تا جایی که عمرمون قد بده، هرچی زنده بمونیم. تقدیر، سرنوشت. بس دیگه. من همه چی رو میگم. امه. ها بابا ببینی ما دوتا، من و فاتح، ما دوتا راستش من نمیتونم. تو رو خدا فاتح التماست میکنم تو بگو. به چشای بابا نگاه نکن. با آشوشش، با زبون خوش بگو عزیزم تو میتونی. زود باش بگو فاتح. راستش من و زینب ازدواج نکردیم، البته به طور رسمی. سلیم من به دنیا نیاوردم، یعنی چیز اون به دنیا آورده، اما من نقش نداشتم. بابای سلیم من نیستم، اما فقط از نظر بیولوژیکی و جنسی نیستم، همین. تیک گرفت. فاتح بابا قرار نیست همینجوری بمونه. نه درست میشه. درست میشه. من موندم خودمون درست میشیم یا نه؟ آخرین آرزو تو بکن. بابا جون آمبولانس پایینه. پاشو در بریم. شک نکن. زینب ما چی کار کردیم؟ قتل عام را انداختیم. نگاه. فاتح به حد کافی حالم گرفته است. تازه تو چرا اونطوری بی مقدمه برگشتی بهش گفتی؟ مگه تو نمیدونی عمم فشار خون داره؟ چی داری میگی تو زینب؟ بی مقدمه چیه؟ نه که یواش یواش میگفتم قش نمیکرد. چرا؟ شاید بازم میشد، اما باید آروم آروم بهش میگفتی. آروم آروم فاتح. یعنی مثل تو؟ بله مثل من. ببین من چه خوشگل مادر بزرگ تو قشوندم. زن قدم به قدم یواش یواش قش کرد افتاد. تازه میدونی بزرگترین اشتباهت چی بود؟ بزرگترین اشتباهت این بود که وقتی عمم سر پا بود بهش گفتی. من اول چیکار کردم؟ گفتم گلسوم خانم شما اول بشینید بعد. مگه نه؟ چون معلومه وقتی بفهمه قش میکنه منتظری برقصه. چرا پیش بینی نمیکنی؟ باید از قبل به عمم میگفتی اگه میشه اول بشینین خاله یادگار جون یا عمه یا هر چی. تو اونطوری یهویی گفتی، اونم یهویی پس افتاد. من از همون اولش هم بهت گفته بودم اینا رو به همه بگیم، نگفتم؟ چرا حرف گوش نمیکنی؟ آخه چی میشد؟ خانم پرستار وسط حرفم نپر. اون وقت این بلاها سرمون نمیومد فاتح. حواست هست به هر کی میگیم قش میکنه؟ هر کدوم از این قش کردنا برای مغز خیلی بدن. اینا بعدا خودشون نشون میده. بعدن اگه اینو آلزایمر بگیرن ما رو یادشون نمیاد. و وقت کی قراره بهشون برسه ها؟ کی پرستاری میکنه؟ البته همچینم بدم نمیاد مقدس خانم اونطوری بشه. واقعا نمیدونم باید چیکار کنم. باور کن میام به خیال خودم کار خوبی بکنم، واقعیت‌ها رو بگم، اما هر کی میشنوه قش میکنه میافته. البته که میشه واقعیت‌ها رو آروم‌تر به طرف گفت. بله بفهمی خانم مقدس خانمم زیاد آروم نگفتیم. خب اونم یه جور اشتباه بود، اما تو هر بار ترس و لرز می‌کردی من مجبور می‌شدم بگم. برای اولین بار من ترسیدم گفتم فاتح حلش میکنه و آروم بهش میگه، اما نه خیر. حرفا رو با چکش کوبیدی تو صورتش. اونجوری نگام نکن. اگه یه لخته مخته میرفت تو مغزش از خونریزی مغزی میرفت اون دنیا چی؟ بابا جون این زن نازنین هنوز خیلی جوونه. من حالا چطور براش توضیح بدم؟ خدایا شکر. وادیک
بیا اینجا ببینم. بیا بشین ببینم. ها همینجا. بشین ببینم. حواستو بده به من. دختر. بله. تعریف کن ببینم. از وقتی زینب اومد اینجا توی این خونه یه خبرایی شده، چه خبره؟ مامان چون من چه میدونم چی شده، بفهمم بهت میگم. باشه عزیزم. بشین سرجات. چطور نمیدونی؟ همه چی رو میدونی، فقط اینو نمیدونی. تو گفتی برام باور کردم دختر خانم. ببین منو تعریف کن بچه، وگرنه این دمپایی رو در میارم، انقدر میزنم کبود چی. فهمیدی یا نه؟ تعریف کن ببینم چی شده. های چی تعریف کنم مامان؟ گفتم که نمیدونم عزیزم. الان یادت میاد. آی مامان خیلی خوب میگم، بذارش زمین. بگو. ببین فقط یه بار میگم دیگه، بیشتر توضیح نمیدم. خب بعدش هم اصلا ازم هیچ سوالی نمیپرسی. باشه بچه مثل آدم تعریف کن ببینم چه خبره. کشش نده بگو. باشه میگم. در از کل داستان از اونجا شروع شد که زینب تصمیم گرفت بره باشگاه فرجام. خب هنوزم آمریکایی در کار نبود. زینب گفت من میخوام ورزش یاد بگیرم. گفتیم خیلی خوب چی دوست داری؟ گفت بوکس دوست دارم. ما گشتیم یه جا پیدا کردیم که یه استاد بوکس داشت. اونجا زینب با یه یارویی به اسم ارتان آشنا شد. قد و قوارش خوب، ولی من اصلا ازش خوشم نمیاد اصلا. خلاصه اینکه یکم گذشت و اینا با هم حرف میزدن و با هم میرفتن میگشتن اما اینجور چیزا دیگه هیچی. بعد زد و اینا یه دین از دل عاشق هم دیگه شدن. 24 ساعتی همش با هم بودن. البته هیچ کس نمیدونه، فقط من میدونم. بعدش قرار پشت قرار منم اون موقع داشتم برای کنکور میخونم که دانشگاه قبول بشم دیگه. زینب اومد پیشم گفت که عزیزم من میخوام برم آمریکا. گفتم چی؟ گفت آره من میخوام برم آمریکا، فقط به کسی نگو، میخوام یواشکی برم. گفتم عزیزم نه اینجوری نمیشه، من به همه میگم باید همه بفهمن. گفت نه تو میری بلو، به هیچ کس هم هیچی نمیگی و منم میرم آمریکا. خب دوستم بود دیگه، برای اولین بار عاشق شده بود و منم گفتم خیلی خوب باشه هر کاری بگی میکنم. هیچ دیگه اینا دوتایی با هم دیگه با شدن رفتن آمریکا. خیلی روزای خوبی داشتن، رمانتیک، خوشگذرونی، بغل از این حرفا. البته روزای سختی هم داشتن و بدبختی، فلاکت، بیکاری، بیخونگی. خلاص اینکه این دختر یه ذره احساساتی شده. من ازش پرسیدم چی شده زینب، چرا اینقدر احساساتی شدی؟ اونم همش آبپوره میگرفت و گریه میکرد، میگفت حالت هوا دارم، سردرد دارم از این حرفا. خلاصه من خیلی نگران شدم، همش بهش میگفتم زینب بلند شو برو پیش دکتر، خودتو نشون بده، شاید یه مرضی، دردی، چیزی گرفتی، نمیدونم. خلاصه خیلی نگران شدم. اینا بلند شد رفت پیش دکتر و گفتش که فادیک من حامله شدم. هیچی حامله شده بود مامان، باورت میشه؟ هیچی، بچه‌شو اونجا تک و تنها به دنیا آورد. اصلا مامان وای چرا داد میزنی دختر؟ واقعا که مامان 2 ساعته دارم برای تعریف میکنم. ای چرتم برده بود دخترم، به خدا همشون مثل یه فیلم از جلوی چشام رد شد، همه رو مجسم کردم، فقط اون زینب آفرین داره. دختر منم خیال میکردم زرنگم، اما زینب از هممون زرنگتر بوده. شازیمند دختر، زینب دومین باره که شوهر کرده، تو همون جور به تمر تو اتاق یه کامیون خاک تو سرت کنن. عمه ها جدی عصبانی نشدی؟ خیلی هم عصبانی شدم، مگه میشه نشم دختر؟ اما از اینکه برنگشتی بیای عصبانی شدم، نه از کارات زینب. تو هنوز گریه میکنی؟ نه خیر از پیازه، وگرنه من میتونم دعوت کنم دیوونه. چطور برمیگشتی ممه؟ نتونستم دیگه. به بابا فکر کردم، به حرف و حدیث مردم فکر کردم. اوی اون مردم به خودشون نگاه کنن، کثافتای خودشونو عین آشغالا زیر فرشاشون جارو میکنن، بی خود میکنن از تو حرف بزنن، خفشن. دوبله شده در استودیو جن. عمه باشه اون چاقو رو بده من. ها توف کن بیا بذار اونجا. چه میدونم عمه دیگه، فکر و خیال اینا، اون همه درد. یه چیزی بهت بگم زینب، باریکلا به تو دختر قوی من. اما هنوز با هم حرف نمیزنه. ببین چند روز گذشته یه کلمه هم حرف نمیزنه. خب منتظر تو بری پیشش دیگه، بری باهاش حرف بزنی. بگو ببینم تو بعد از این چی داری که ازش بترسی؟ ها برو بشین باهاش حرف بزن. باشو. یعنی میگی همین الان برم باهاش حرف بزنم؟ بله اون نخودت تکون بده. پاشو. فاتح دیگه تحمل این همه دروغ نداریم پسرم. بابا شما چی دارین میگین؟ آره قبول، یه اشتباهی کردم، عذرخواهی کردم،
یعنی زینب تو این جریان گناهی نداره. من بهتون دروغ گفتم. شما از چی حرف میزنی؟ نه خیر، این غیر ممکنه. پسر من این همه دروغ نمیگه. اون زنه تو رو از راه به در کرده. مامان مراقب حرف زدنت باش. چیه؟ فاتح با مادرت درست حرف بزن پسرم. بله، با من درست حرف بزن. من مادرتم. بس دیگه. شما چی دارین میگین؟ من نمیفهمم. من زینب رو دوست دارم.